خدای تعالی به هر یک انسان 5 ملائک را مقرب کرده است که هر یکی آنها وظیفه خود را اجرا میکنند. وقتی که عمر انسان به آخر رسید، ملائکه اولین تمام اشرق و مشرق را میگردد و میبیند که روزی که پروردگار به این شخص داده است دیگر در هیچ جا نمانده است و میگوید که اکن یا عبدالله، روزی تو تانش، یعنی عبدالله بنده الله. ملائکه دیوم باشد میگوید که مرا پروردگار برای برآوردن و فرو بردن نفسهای تو موکل کرده است. دیگر از نفسهای تو در دنیا هیچ چیز نمانده است. بنابر همین در زیر همین بنده 4 مصرع شعر گفته است. در این عالم دمی بیغم نبودم، اگر غم هم نبود آدم نبودم. نفسها بر شمار یزدان به من داد، نفسها شد تمام عالم نبودم. اونجاش بیجه بوده خیلی